دادگاه ایران اعلام کرد که یک ساکن جوان این کشور را با اتهام جاسوسی برای اسرائیل به قتل رسانده است. خبرگزاری میزان که به نظام دادگستری ایران ربط دارد خبر داد که حکم احسان افراشته 13 می اجرا شده است. دادگاه ایران این جوان را به آن گناهکار کرده است که از طرف موساد یا سازمان جاسوسی اسرائیل در نپال تعلیم گرفته معلومات مهم جمهوری اسلامی را به اسرائیل میداد. در گزارش رسمی بدون آوردن یگان جزئیات بیشتر آمده است که احسان افراشته همچون متخصص سایبری در یک شرکت وابسته به ساختارهای نظامی کار میکرد. مقامات ایران نگفتند که این جوان کی بازداشت شد و حکمش چه زمان صادر شده است. چند سازمان حامی حقوق گزارش دادند که احسان افراشته سال 1993 تولد شده، اولی سال 2024 هنگام بازگشت از ترکیه دستگیر شد. گروه مدافع حقوق بشر ایشران قرارگاهش در آمریکا نوشته است که افراشته زاده اصفهان بوده در تهران میزیست. بعد حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اجرای حکم‌های اعدام در ایران بیشتر شده است.